اون روزا خیلی ها این سوال از ما میکردن. من خیلی غریبه. این لیلا، بهش میگفتن لیلا فرنگی. حالا دیگه اون اینجا بنداخته نشواره یه بچه. مادر خونت کجا؟ خونم اینجا. پس برو خونت. برو خونت رو نشونه ما بده. خونم؟ آها. خونم چیزه؟ خب برو که ما بیاریم. برو که نه طرف 5. برو به من نشون بده خونت رو. برو. خیلی فریبه. برو. اینو من داد زده. کتک زده. برو از اونجا ما بیاریم خونت رو ببینیم. برو. همه نمیتونم ببینم منه. هیچی. برو ما بیا. این روز دومیه که ما تو شهرک فاطمیه کار میکردیم. روز قبلش مشغول فیلمبرداری فیلم شهر سالم بودیم که رسیدیم به اینجا. هم وضعیت غریب خونه ها که همه زیر یه سری سوله ساخته شده بود، هم تفاوت وضعیت محله با دور و برش ما رو به این فکر انداخت 2 حلقه فیلم از شهرک بگیریم. یکی از بچهای گروه هم دوربین ویدیوییش آورده بود. شهرک چسبیده به محله 13 آبان بود. میگفتن بیشتر مردم شهرک از گودای اومده بودن که تو سالهای 58-59 خراب شد. بعضی هم سیلزدهای کانال بارودکوبی بودن. همه اینا رو ظاهراً برای اسکان موقت آورده بودن اینجا. اما عملاً تا سال 71 که ما به سراغشون رفتیم موندگار شده بودن. ضمن اینکه توی این مدت بدون اینکه مساحت شهرک تغییری بکنه جمعیتشون روز به روز زیادتر میشد. همینجور که میگشتیم یا ما رو میگردوندن کشیده شدیم به خونه مهری خانم. میگفتن خوب میتونه حرف بزنه. اینجا اول از این خانم بهداشتی نداره. یک و ثانی از این گذشته تمام جوانا اینجا الان یکی از جوانا اینجا اینا نینه پشت شما این الان وقت زنش یه برادرش هم زن با مادر زندگی رو نمیتونه بیکاره. اینجا وزن ناجیر شما دستیار ببینید تمام جرق خفه شدیم. ما انسانی بشر غیر از مسائل بهداشتی چه مشکلاتی داریم؟ مشکلی نداری و بیکاری نداری. فقر سوختی. من یک نفر بیمه زنم کشتگی تو مردم با مای 400 تومن امام خمینی چیکار کنم؟ نه فرشی نه زدگی هیچی سمری دیمم شد. شما رو اون خدا به داد ما برسه. اگه خدا رو میشناسی اگه نمیشناسی که هیچی. ما سوختیم اینجا کشتگی. چقدر نماز میخوایم شب میخوایم دستشویی برم اونجا کلید زنم ببین با این شون رو برمیدارم میرم دستشویی مبادا کسی برم حمله کنه. از این بر شهوت بیداد میکنه از اون بر ملت بیرونم از اون برم بیافتن جون هم میکنه. آقا 8 نفر آدم بیافتن. اون روز مهری خانم از همه چیز برامون گفت طوری که زیر و بم شهرک دستمون بیاد. اما صحبتاش ما رو کنجکاوتر کرد که برای دیدن شهرک و آدماش وقت بیشتری باز کنیم. به دادمون برسید توی سولاق موشا به دادمون برسید. والا پیش خدا عجب میبرید. حالا من هیچی به جوونا برسید. این جوونای مردم نذاریم بی زن بمونن. این دخترای مردم نذاریم بی صاف. قصدنی که الان معذرت میخوام شما مردیم پسر منی الان زن و شوهر بالاخره زن و شویی میخوان دیگه. یک دختری که 18 سالش فروش خوابیده پسری که 21 سالش سربازیشی کرده فروش خوابیده چیکار کنه؟ میزنن بهانه میگیرن سر کله هم دیگه داغون میکنن. چی شد؟ هیچی دعوا کردن. دعوا مال چیه؟ باشه زن بهانه میگیره به مرده بهانه میگیره به زنه. جا مکان نیست 5 دقیقه استراحت ندارن یه شب آخرش ندارن. حالا 2 تا مهمانم اومده خدا جا داری امشب 2 تا مهمون من جو بخواب یا من بیام بخوابم. بابا منم یه اتاق دارم
فیلمی رو که اون روز گرفتیم شهردار تهران دید. بلافاصله دستور داد به وضعیت شهرک رسیدگی بشه. ما هم که دیگه درگیر شهرک و آدماش شده بودیم کارو دنبال کردیم. منتها تصمیم گرفتیم که دوربین 16 رو بذاریم کنار و با دوربین ویدیویی کار کنیم. 2-3 نفری و با حداقل وسایل. اینجا یه صبح زود تو شهرک. من گرمه حال شما خوبه؟ بچه ها خواب هستن. ما مزاحمتون شدیم. اومدیم چند وقت پیش اینجا منزلتون رو دیدیم، صحبت کردیم راجع به مشکلات شهر. یادتون میاد؟ چند نفر اینجا زندگی میکنید آقا؟ الان در 6 نفریم. 6 نفر. بله. غذا کجا درست میکنیم آدم؟ کجا؟ جلو دست. و بچه ها کجا میخوامن؟ این توالت رو تازه اینجا درست کردی؟ الان 1 سال درست کردم. پنجره داره به بیرون؟ پس چی؟ هیچ همینطوری هست. یعنی فقط درش به اتاق باز میشه؟ اسمش رقیه بود و شوهرش راننده کامیون. تازه اینا وضعشون بهتر بود که تونسته بودن تو خونه توالت درست کنن. بیشتر مردم شهرک از چند تا توالت عمومی محل استفاده میکردن. تو خیابون میخوابن. بیرون میخوابن. وقتی این آب فاضلابتون کجا میره؟ تو جو. همین جو اینجا. جو رو بیرون. خودشون خراب شده من خواستم نکرده من میگم بچه ها در جا کنه هم تو تنها نیستی و بچه دختر که نمیدونیم میخوایم روکت بشوریم نمیذاره میگه چرا نیست برای خیابون اصلا یه حیات از کجا یا خودم ببینم بده بده تو بده بده مده میشونم میدم ترتیب بشه ببینی ما اینجا زندگی اینجا میکنیم این از توالت ها میاد بیرون اینجا در خونه ها من میخواستم به این مقامات بالا و هر کی که هست میخواستم بهش بگم شما ما مثل یه آشغال انداختی اینجا به قرآن نگاهمون نمی‌کنی نمی‌فهمی اصلا ما اینجا چی میکشه وضعیت عجیبی بود. احساس میکردی پشت هر دری یه فضای غریب و یه دنیا درد منتظرته. کافی بود حقی به دری بزنید تا سفره دلشون رو برات باز کنند بی هیچ ملاحظه‌ای. بله بیا اینجا نگاه کنیم اینجا یه عروس جوان داره با مادر شوهرش دوتا اینجا زندگی میکنن. نگاه کنیم بیا اینجا خونه
این پرده چیه مادر اینجا؟ اون پرده رو میشم که عروسنم پسر میاد من دو بوده یه اونجا هستم نمیخوام من اونجا ایشون پرده باز کنیم لطفا. چند تا بچه دارین شما خانم؟ دو تا. چند سال مثل تو؟ آقا بابا این چیه؟ این خونه ها همه تک و تقیه هستن، عروس زندگانی میکنه، پسر جوان داره. توالت همین توی این خونه هست اینجا. بهش میگفتن زر و رشتی، از وضع و حال همه خبر داشت. اصرار داشت تک تک خونه ها رو به ما نشون بده. همینم باعث شد که هیچ وقت خونه خودش رو نبینه. همینجا اینا بینید دو چیه چند نفر اینجا هستن؟ 16 نفر. 16 نفر. بیا بیان خونه ما رو ببینیم، یکی و دوتا نبینیم. این ببرد تنها هستی؟ بله، نه شوهره، خودمون شوهره. یه پیرمرد یه پیرزن. قربون آجن برم مقام آجن برم. سلام علیکم. این برده الانم 5 شام بچه داره. دیروز گفته قلبش خوابیده بفرمایید خونه. دوربین با آدما و خونه ها محرم شده بود. همه ازمون میپرسیدن این فیلم ها رو به کی نشون میدی؟ میخواستن که حتما خونه هاشون رو ببینیم. هر کسی فکر میکرد ما از همون جایی اومدیم که میتونیم مشکلش رو حل کنیم. روز دیشب من نصف اینو بردم به بردن در حال سکته بوده بردمش دکتر. سکته کرده. قلبش خوابیده گفته 4 ساعت. چیش بده خانم؟ چیش بده؟ 4 ساعت گفته دیگه در دوده. شب بیرون میخوابی؟ آره به خدا. یعنی کجا؟ همین به چادر زدیم میتونیم بخوابیم. شوهرم اون بر خواهرم بچه‌ها رو میبریم. این همسایه‌ها می‌دونن. این یه صبح دیگه. چرا؟ اینم زن داوود سامه که فاضلاب توی کوچه رو نشون میداد. اینم رقیه است که تو اتاقشون توالت زده بودن. تو خونه افتاده. آب لجن بخوره میخوابن دیگه بچه‌ها رو میشه. این برام بخوام نمیشه. اینطور اصریم به قرآن کجا میخوابی؟ میشه نشونمون بدی؟ نشونمون بدی؟ اینا اینجای ما خدا دیشب وقتی افتاد اینجا آبم تو همینجا داشت میومد یه سر آب بردش هاشم پرده مرده همه نزدیک اونها نصفشم الان پر گوش اونا بخشن روی چیز رو میخواد بخده کجا افتاده؟ تو خونه؟ الان خونه اینا خوابه همون روز خبر شدیم که شوهر رقیه رو به خاطر حمل مواد مخدر گرفتن و جرمش سنگینه. امروز 21 روز سال رفت میگه خبر اومد این بچه رو بردن دختر پیچکم بردن مامورا زور بیدیم آوردن گفتن که این مامورا بچه رو بردن زور بود آوردن همه این خانم که الان گفت بچه هم افتاد تو جبان اومد رو هم گفتش که یه مامور در میخواد ما اینجا گیرن نبر ماما جان نبر بار کم پسرم پرله میزنم درد دل رقیه تو اتاق خودشون برای ما بود و دور از چشم مردم. خودم گرفته بودنش قبلا؟ خیلی سابقه داره سابقه جزیره رو داره خودم زمانم شدم آوردمش بود اون هفته چهارشنبه ملاقاتش بود نرفت پول نداشتم یعنی ندارم دیگه خودش از دیشب بچه ها ای گفتم با پول بده پول نداشتم تا یکی رفتم گرفتم آوردم یه مقداره از همین پیرزنده رو بود بپرسن ازش دیدم یک قطع برنج به من بده این خود قطع درستم واسه بچه گرفتم بعد اونجا یه بابای دیگه اومد
قطعی 1 کیلو میشد پای مرغ آوردم اونا رو واسه همیشه خاطی گفتم دارم بهش نشم کنم بچه دیگه نمیفهمن که ضعیفش کردم من عصبانی نیستم خانم، برای اینکه شما با کیسه جلو مصاحبه میکنید که چالش من نسبت نیست. شما آقای کمال برای نباید اگه من تو محل شما معتاد شدم مقصرش میدونید چیه؟ که همه برمیگردن میگن همه معتادن و دزدن. بهرام عکاس از این که مردم همه چیزو جلوی جمع و دوربین میگن ناراحت بود، اما خودش خیلی زود با دوربین افت شد. کی منو معتاد کرده؟ 37 سال بود به مرگ بچه‌م یه دونه چای نخوردم، ولی اومدم اینجا معتادم کردن خانم. روز 7000 تومان هدیه میکشم. این رئیس بچه‌شون رو میدونه. 3 بار زندان بردن اینجا منو. همه رقم بالا سر من آوردن. خانواده‌ام همه میشناسن. شما اون روز اومدید من میگم خانم من همه چی اینجا مجهزه نه. من نونم ندارم بخورم. حالا خودم نگه می‌دارم. نمیتونم مثلا یواشکی برم تو خونم در گوشه پیش کنم اینا. میگم من یه نامه بهتون نشون بدم شما 100 تا با خیس عرق بشین. میگم من کاری بکنم بهتون. یه نامه بهتون نشون میدم فقط. موضوع نامه بهتون گفتم رو حساب من چون پام تو گچ بود خرج خونه نمیتونم بدم. خانمم با 4 تا بچه بردن کجا؟ بردن محضر. گفتم آقا من با خانمم سازش ندارم. الو بلو این بر اون ور من میخوام زنم طلاق بدم. بعد چیکار کردن اینا یه نامه دادن برای کمیته امام. کمیته امام اومد زندگی من دید و البته این شما داره می‌بینید تازه می‌دونم من جور کردم. 3-4 ماه اینا جور کردم. یخچال نداشتم من. همسادم آب خنک به من نمیداد. بعد اینو نگاه کردم. من خودم دیدم بودم با 600 تا موبایل می‌گیرم. با 600 تا مرد پول مداد بچه‌ام میشه. مادر اتاق کدومه؟ تنها هستی؟ چند سالشی پسر؟ کرم زده چشمم خوش کجا هست؟ رفت دنبال سگان بفاق اون کتاب ها مال کیه تو اتاق؟ چی؟ کی فروخت پسره؟ ننه علی میگفت پسر 37 سالش 20 سال روانی شده. میگفت شوهرش آقا و پولدار بوده، اما توی جوانی مرده و اون حالا مجبور تو شهرک گدایی کنه. من نو بگیرم چشم ندارم برم اون برم دور همسایا میرم همه چی اطلاع میگفت علی مدام میزندش. هیچ وقت پسرش رو تو شهرک ندید. اینجا جای شما؟ همینجا میخوابیم دیگه خانم. چرا؟ برای اینکه جا نداریم. چرا؟ قبلا کجا بودی؟ قبلا مستجری بودیم. کجا مستجر میکردی؟ همین سال آباد. اول اینجا بودیم، من اینجا بیرونمون کردم سال آباد رفتیم. گفتم پول زیاد بده نداشتم من اینجا. خدا دیگه خسته شده بودیم. شوهرت کجا؟ نه شوهرم آقا ما. کجا بودن قبلا شما؟ سالاباد. سالاباد کجا؟ نه جاده همینجا. چون که صاحبخونه‌ام پول پیشی می‌خواست زیادی نداشتیم مجبور شدیم مجدد بیایم اینجا. یعنی الان همینجا زندگی می‌کنی؟ بله وقت تو الان دو تا دیگه ماشاءالله چاقو تیز کن و زن حاملش امیدوار بودن که یکی از توالت‌های بدون استفاده شهرک رو بهشون بدن. زیور که شوهرش طلاقش داده بود میخواست که ما دخترش سمیه رو ببینیم. این اصیل داشته چند وقت پاهات درد میکنه؟ الان دو سال اینجوری شده من کلاس دوم 2 سال اینجوری شده پاهاش سر سخنه مال چیزی که تلویزیونشو فروختن عکس انداختم برش
تلویزیونتون رو فروختین؟ بله فروختم، خرج پایین کردم، اینو رو انداختم. کجا رفتین عکس انداختی؟ چی بگی؟ سامه رو الان از چی ناراحتی؟ سمیه درسش خوب بود و میخواست دکتر بشه. خوب نمیتونست راه بره و روحیش هم با مردم شهرک سازگار نبود. مریجم خونم مردم، کسی ندارم. آقا جان کسی ندارم. الان چجوری زندگی؟ فرخنده یه پسر داشت که ولش کرده. 16 اتاق دولت دادن، آقا دادن. بیاین خونه من. بیاین خونه من. اون روز نتونستیم به خونش بریم. یه توالت معذرت میخوام دادن طوریم تو توالت زندگانی میکنیم با 10 نفر آدم، 2 تا هم خودمونیم، 12 نفر. معمار یه خانواده دیگه توی یکی از توالت‌های عمومی بدون استفاده زندگی میکردن. این توالت که گفتی کجا این اتاقه؟ توالت بود قدیم. همون کجا بود؟ روشو پوشوندی؟ درش اونور بود. نه خود چاهش کجا بود؟ چاهش میرد بیرون، لوله کشیه. نه خود توالت کجا بود؟ این بر همه اصفر نه روی کاسای توالت. بریم افغانی ببینیم با پارتمان مال خودش از کجا آورد آخه. من بدبخت بیاییم ببینیم با کجا زندگی میکنم، با بچه دختر جوان وقت رسیدگیشه بدم شوهر. آخه چی روزگار سر ما میاریم آخه دولت کی میار آخه؟ بهش میگفتن سید. به ما گفتن بیایم با زنش هم حرف بزنیم. یه دونه شهر چی کار میکنه؟ شهرداری بود. شهرداری. باش ما حیاتی. شما چون حیات نیست بیرون رفت میشودیم؟ بله جا نداریم. جا نداریم بیرون؟ بله جامون تنگه. تایر 31 سالش بود و 15 سالگی ازدواج کرده بود. 6 تا بچه داشت و تا دوم راهنمایی هم درس خونده بود. سلام علیکم. حالتون؟ ببخشید مریض هستین؟ نه. افتیم موقع مزاحمتون شدیم. ما داریم اینجا تو شهرک فیلم برداری میکنیم راجع. مردم اصرار داشتن خونه زینت رو ببینیم. با اینکه زینت تو خونه بود و کار نمیکرد، برخلاف زنای دیگه هیچ وقت تو کوچه ندیدیمش. جاتون تنگه؟ پشت سر خودش و شوهرش حرفم زیاد بود. میگفتن زینت خرج خونه رو میده. میگفتن شوهرش معتاد و از بچه ها برای حمل مواد استفاده میکنه. روماتیسم چی؟ خودش همونجا جلوی در از دردای جور و جورش برامون گفت. چی عمل کردی؟ شکم. خب شکم ناراحتی دارم. این درد داری؟ شوهرت چی کار میکنی؟ شوهرم تصادفی سرما. راحت باشین آقا، ما مزاحمتون نمیشیم. شما کارتون چی بود آقا؟ من کارگر شهرداری بودم. آها. بعد تصادف کردم پیشونی فرو رفت، یه تصادف. وقت اخراج شدین؟ چرا اخراج کرده؟ علت ذره منفیه. بعدم فهمیدیم که احمد لوره رو به خاطر اعتیاد اخراج کرده بودن. خودت خواستی ببندی؟ یا نه؟ چون شوهرم میکار بود. خب برام 6 تا بچه داشتیم. دنیا پر درده. بله همینجور. اگه میخوایی درد مردم بفهمید دنیا پر درده، اگه میخوایی نفهمید راحت داری سر خانواده‌تون. درد مردم هم نفهمید یه خورده متوجه نشین بهتر تو زندگی خودتون آرام بود. احمد لوره میگفت پسر 16 سالشون مدتی گم شده. میگفت چند تا شهر رو دنبالش گشتن اما پیداش نکردن. ولی تو شهرک میگفتن پسره رو فروختن.
مردم باشون خودتون سر کار. عباس قلمکار آهنگر بود و همراه جوانای دور و بر چادر اجازه ندادن که از مژگان فیلم برداری کنیم. مژگان زن عباس قلمکار 18 سالش بود و با اون تو چادری کنار خونه پدرش زندگی میکرد. پشت سر اونا هم حرف زیاد بود. یا بله بله این برادر مژگانه. اینجا هم کوچه زنای بی سرپرست شهرک. اینم تویه. فیلم من قشنگ برداری تا سلام. چند نفری ما داریم؟ چه خونه با صفایی داریم؟ خونه قابل شما نداره. از کجا زندگی میکنی؟ امام میده خرجی میده. کبد امام پامین. چقدر میگیری؟ 400. راحت هستی با 400؟ نه. کجا راحتی؟ میشه با 400 من زندگی کنی؟ چطور میره کنه؟ خوبی؟ مهری خانم دیگه برای ما شده بود سخنگوی شهرک. سلام علیکم مهری خانم. سلام میگیری تو اینا رو که چی بیا ما رو انجام بیرون کنن چی نه هیچ پس چیکار میخوام بکنن آخه هک میگی نه تلویزیون هم نشستیم 3 روز نگاه کردیم شاید خودمون رو ببینیم نبود که نه این مال اصلا تلویزیون نیست برای همین راحت درد دلاتون بید قدمتون رو چشمم بفرمایید. ببخشید خواهش میکنم بفرمایید. ببینید خانم الان وقتی یک جوانی که بیکاره توجه کردین یه جوان الان بیکاره ببخشید ما خسته شدیم تو رو خدا بیاین تو بیا تو کولر روشن کنم دستی دارم خونک بشین شما بفرمایید بشینید مهری خانم. همینجا بشین نور بیشتری میشین بفین برداری پس بشینید بشین نه راحت اینا به شما بشینید قربون در خواهش میکنم. اینجا جوونا خانم همه بیکارن میرن یه جوراب بفروشن میگیرن میرن یه دستفروشی کنن نمیذارن. این جوان وقتی گرسنه بمونه چی کار میکنه؟ مجبور بره خلاف کنه هروئین بفروشه کارهای دزدی کنه کارهای خلاف شرع. اینو میگن همینجا درسته بده خدا بر سر شاهده به این عزای حسین آدم هم هست مثل خودم نون آب میزنیم میخوریم آبرومون نره. دفعه عکساتون میگفتی داری اینجا نشونمون بدی؟ عکسامون نه عکسام پسرم بردش برای چیز برای دیوارا میزدن 3-4 تا مال تو بیمارستان جورجانی اینجا بسته بودش داشتیم چیز میکردیم دوده ها رو میمالیدیم ارتشی ها در میرفتن میومدن تو بیمارستان من مخصوص دوده بودم دوده میمالیدیم و اینا خیلی دوده میمالیدید؟ به ارتشی ها که تو چیزا گرفته بودن نیرو هوایی رو خب. که اون وقت من اونجا بودم اینجا نبودم که اونجا من فرار کردیم و ما رفتیم تو بیمارستان تو بیمارستان رفتیم چند تا زن بودیم منو مأمور دوده کرده بودم دوده ریخته بودن تو لگن بعد چادرم هم اینطوری بعد اینجا هم یه چیز بسته بودن سفید چند تا خانوم ها مخصوص پارچه های ملافه های سفید رو درست میکردن و میبریدن و میدادن تو اینا منم هر کی که فرار میکرد توفنگ دستش بود میومد تو دستم میدم دوده صورتش و پشتش و جاش میمالیدیم که دیده مثلا شناخته بشه شناخته نشه که بزننش ما اون بود ولی چه فایده عکساتو ندید نه بردم بچه ها میگم همین برای این چند روزی میخواستن چیه میگن نمیدونم 20 بهمن بود چی بود نه اومده بودم برده بودم عکساتو داده ببریم اونجا زن بچی میخوای گو ولش کن گفتم هم زحمت کشتم کی دونست ولمون کنیم حالا هم کردن الان اینجا مرد هستش همسایه ما. مهری خانم برامون گفت از 7 سالگی تو خونه ها کلفتی میکرده و تا سال قبل از انقلابم تو خونه یه دکتر بوده بعدم گمشون کرده بود. میگفت تو شهرک مزاحم زیاد داره و به خاطر دروغ یکی از همونا 1 ماه زندانی کشیده. 5 تا بچه رو اونجا بگردونه 20 روز بتونه قرض بگیره بعدم چی کار میکنه؟ مجبور به دزدی میکنه دیگه مجبور کیف دست شما تو بین راه میزنن در میرن تا کسی سیر باشه نمیکنه خانم حالا نه مثل بالاها
همین یه لقمه نون خالی، همین یه لقمه، یک آسایی، یه ذره بتونن بگردون. بس خیلی ناچه. بس نمیدونی، من هر چی بگم باز نمیدونی. بله. به چی بگی؟ به چی بگی؟ کجا بریم؟ که ما رو چون پاره پوره این آدم حساب نمی کنن. خمینی این همه داد میزد میگو پا برینا. خب ماها این دیگه پا برنه کیه؟ من جواب من الان از اول تابستون تا حالا یه دونه دارم نمیتونم بخورم، چی میخواد بده؟ آیا برای این مملکت زحمت کشیدم شدم یا نه؟ نمیگم اداره بودم، کلفتی میکردم. بعد شما کلفت کردم بعد شد دکتر شد. حالا کی باید به دادم برسه؟ وضعیت شهرک با خیلی از محله‌های حاشیه نشین تهران فرق داشت. بیشتر مردم شهرک سالها بود که تو تهران زندگی میکردن. همونجور که مری خانم میگفت خانواده های بی مسئله و به اصطلاح سالم هم تو شهرک زیاد بود. بعضی هم مثل خود مری خانم بی سرپرست بودن که باز وضعشون با بقیه فرق میکرد. بیشتر خونه‌های شهرک زیر همین سوله ها بود. بعد از یه مطالعه مقدماتی شهرداری به این نتیجه رسید که هیچ نوع امکان اصلاح در اینجا وجود نداره و اهالی باید کلاً جابجا بشن. به ما هم گفتن چون مردم کم و بیش از این تصمیم با خبر شدن بهتر یه مدت به شهرک نریم. وقتی تونستیم دوباره به شهرک برگردیم که تخریب و تخلیه خونه ها شروع شده بود. خودشم بگیرم. نه اینو نبر. اینو برو خونم بیار. دیدی؟ برو خونم بیار. بذار اونجا. شهرداری از سابقه بد جابجایی‌های قبلی خبر داشت. میدونست که نمونه خود فاطمیه بدترین تجربه برای مردم شهرک بوده. به همین خاطر سعی کرد برخورد متفاوتی داشته باشه. ستادی توی 13 آبان نزدیک شهرک تشکیل داد. پرسشنامه‌هایی هم از تک تک خانواده‌ها تهیه کرد. از همون روز اولم اصل رو بر توافق گذاشت و به تناسب وضع هر خانواده پولی برای خرید خونه جدیدشون در نظر گرفت. قرار بود خود اهالی خونشون رو خراب کنن. در عوض بخش از مسائل ساختمانی رو برای خودشون بردارن. شما چند اتاق است خونه؟ یه دونه اتاق آشپزخونه. اون روزا تو وضعیت عصبی بدی بودیم. هم نگران وضعیت خیلیا بودیم، هم از طرف خیلیا زیر سوال. بعضیا خراب کردن شهرک و نتیجه فیلمبرداری ما میدونستن. سلام، حال شما؟ حاج خانم اومدی اینجا فیلمبرداری کردی عمل خراب کردیم بیشتر. حالا خونه ها ما داره خراب میکنن، کجا بریم ما؟ با دو بچه. درد دلتون رسیدی مثلا صحبت کنی، درد دلتون رو بگی. اینا من درد دل ما هم یه توتون گرفتم. فیلمبرداری به درد چی بخوره؟ فیلمبرداری کنید به درد مردم برسیم. اگه بس دستشون کنی آقایشون کنی. باز سلام سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خانم فرمانده نکنید نوکر. چرا آقای علاقی؟ نه خانم من دیگه بس بود. چرا چی شد؟ پدرم در آورد دیگه. اون روزا بازار شایعات داغ بود. برخلاف گذشته مردارم تو شهرک زیاد می‌دیدیم.
تو شلوغی دنبال چهرهای آشنا میگشتیم که لیلا فرنگی رو دیدیم. اول نشناختیمش. یه زنم نمیرم اونجا دق میکنم. کجا؟ اونجا این زنم میبره. من اونجا نمیرم. من اونجا نبرم. من دق میکنم. من آسایشگاه رو میگی؟ آره نبره من. من هیچ نمیرم. من یه چیز بده من بشینم بخورم یه اتاقم برم. مدتی بعد با خبر شدیم که برای لیلا و سید صغرا که اونم تنها بود توی چهارراه مختاری 2 اتاق کنارم رهن کردن. ما راحت ما بتونیم فیلم بگیم. برو بشین. با همه بشین. برو بشین اینجا دعوانی. نه خوشا با اونجا بیشتر فیلم میگیره. این لیلا خیلی طول کشید تا باورمون بشه که این همون لیلا فرنگی توی شهرکه. زن پیش کن سرمانه درش آخونجا بچه جیغ نزن با سری تو شکل یواش هست زن یواش اینجا که چهار میدون میام بشین نه اونا میخوان اونجا بشین اینجا رو خونه خیلی فیلم ده امتنگاه اون مرده مرده دست زن بریشن بله اونا خانومه اونا اداره راحت باشه راحت اینجا راحت ترین یا شهره؟ اونجا آقاش بد نه نوازیست من گرفتم نور نداشت ها؟ نور داشت آفتاب نبود من خودم دیوار کردم من خودم درس داشتم دستشوی خودم درست کردم چه بود حبسان اونجا نشته همون دوستان که پولن برم نوشتم اونجا کنم دادایی در کمسان بکنم بودم اینجا هر کجا اشنتیم یک دو دفعه دید شراب در جا بکنده بوده در رفتن بانم کاربر کردن کاربر لیلا خانم اتاقاتون پلو همه دیگه آره فیلم کنم اول من اینجا گرفتم اون چیز معمول شد اینش تو برو اونجا اون اتاق خب اتاق تو بزرگتره من گرفتم یعنی گم خودم یه جای دیگه میرم خیلی سنو خیلی اسرائیل به چیزی مترجم داشتم بلد بودم گفت خودت که بلدی گرفتم لیلام گفت آشپز خارجی ها بوده برای همین تو شهرک بهش میگفتن لیلا فرنگی. نمیدونم که اینجا شلوغ شد آمریکایی ریخته من اومدم اینجا دیگه. چجوری بودی اون موقع؟ روسا توی مشهد ریخته آمریکایی اینجا چجوری بودی اون موقع؟ یه چیزی بودن یه عروس فرنگی بخورم و عقب خیلی می افتادن این کمشوان دوشم میزدم به سرشون گفتم بابا گفت تو خوشگلی چه کار کنیم دیگه مردم گفتن تو خوشگلی وقتا هیچکی هر جام کار میکردن نمیذاشتن 2 ماه نگه هم داشتن بیرون چرا؟ بیرون هم میکردن میگفتن شوهرم رو زخم میکنه میترسیده اون تون خیلی خوب بود اون تون مردونه میکشیدن ما به ارواح که ما داریم دیگه کار نکرد حالا کار برای ما هم یک کارت دستت دادم بابا من خودم اونجا هم کارت میارم واسه اگه میلت خودم ببری بریم روی کاری بکنی چطوره؟ وقت مثلا پول میده خب میگه 10 تومن پول ماشینه یا 20 تومن مال ماشین حالا هیچی نگو من بگم هیچی نگو من رو میگم من چیز ندارم که من لورم وقت میگه 20 تومن بهت دادم خوبه چرا گرفتی از من بیا گفتم چرا گرفتی؟ آره میگی دیگه میگی چرا 20 تومن بهت دادم نباید حال مردم آقا من میرسه خاک ترمان رو نمیتونه چه مریض نمیتونه چه رفتم حیوان گرفتم مثلا خاک ترمان حیوان گرفتی نبات دادی گفتی نبات رو میگرفتی نبات دادم موشی که من پول نکردم دادم زیادیم به ابوالفضل دادم نه فهمیدی اسم ابوالفضل حالا دعوا نکو چه دعوا نکو اینجا دعوا نیست که اینا مهمانه تو حتما هر تو چرا حرف میزنی بیخودی نه مبارمه فقط دفترت میگیرم میدم به خودت چه کارتی به خودم تو نبودی میخواستی بینید ایرون پایین نمیخواستی اجازه بده پیش خدا از خدا بزرگ نمیخواستی معرفه ایرون بیفتم یکی هم که بشید از خدا از چه قدر من گرفته به اول فرد
تو شناخت به خدا کرده. خب جیغ نزن، یه جای دعوا تا اینجا میخوام جای دعوا نیست. میخوام همون کارت هم نمیگیرم. دارم التماس میکنم تو بلدی خوب من بگیرم کارت. ولی چی که نه؟ ولی مگر داری میگی من پول دادم. مگر روزش برم پیش از اونش خاک تیمون درست نکن بعد از اون رسم نون و نگاه تیمون میارم. باشه و بسیدی خاک تیمون میارم. من مریضم دیروز آمپول ببین اینا آمپول. دعواشون بالا گرفت و لیلا رو که خیلی عصبانی شده بود آوردیمش تو اتاق خودش. اما سید صغرا هم دنبالمون اومد. انگار دل تنها موندن تو اتاقش رو نداشت. دنبال یه بهونه میگشت که بیاد پیش من. چی بخواه؟ حق تیمونه خدا ایشالله خدا برم نگه اگه دفترت گرفتم خدا زن بدیه اگه خوب بود که پسرش میمردش چشی بود پولشی میگرد میمردش دیگه مادر صافانه چی بی تربیتش کرد که از آن اسکونش نمیاد بیرون میگه تو فردا بمیری و گردم ها میفته شروع آقا دوشه جان یه خدا آقا دوشه جان شما بخورید بفرمایش تمیز آقا خانم نگاه میه ول نمی کنه دیدی؟ ها ول نمی کنه ول نمی کنه بیا خدا بزنه چون خدا پول کم نکنه بعد ما دست چه کنه تا انشالله دست سقف هم باشی تای جنه سقف هم که شده تای جنه بیان کار کرداری زنه هستی ما برنیه برای خودم بهشتا برای ما آدم از جنه برای هیچی آید خدا اگر دروغ بگم خدا بعدم تو دونه اگر حرامش برای شما دروغ گفتم جزم بعدم تو دونه حواله کن کفا شما باید اینجا به چه کنه که از خود ترس کنی ببین ما خود مکامه در چایی بده هم عزتش بده چایی بده ببین چقدر یارو اینجا میگم با اینا حرف بزنه آمدن با شما حرف بزنه میگم خیلی خود چی میگی؟ آیا چی میخوام؟ چی میخوایی؟ نه خونت میاد برو خونت میاد برو خونت میاد برو ما چیز کن آشتی کن شو اول قرد مدرگاه کنه بعد خواستار تو حالا آشتی شو دکوتم ندید خلاص که من حد دکوت ندید جد شخص لازم نبلاش شو قربونت تو دخونت کن باشه اومد کن جده اگر این جده رسول نکه هرچی بخواد شما جا کن بهشت بوده شما را ساختن یا حسین مظلوم یا خدا یه روز خبر دادن که ننه علی و علی قرار بیان ستاد. اول باری بود که پسرشو میدیدیم. خب علی آقا چیکار کردی؟ بانک رفتی شما؟ من آمدم بانک رفتم ما یه خونه تهیه کردیم اساساتون رو جمع جور کنی انشالله هفت بله چهارشنبه قرار شد یه خونه با 2 تا اتاق سفیدکاری تمیز برق و آب خیلی تمیز خیلی خوب ولی تمیز نگرش داری حاجا لطف کردن محبت کردن که همچین جایی واسهتون زحمت کشیدن پیدا کردن دعا به جون حاج آقا بکنید که وقتش طلب کرده امروز ما دنبال کار شما افتادیم با محبت حاج آقا که یه حیات دربست 2 تا اتاق سفیدکاری تمیز مزاحم کرده تدریسون با آب و برق بدن. ننه علی و علی صاحب خونه خوبی شده بودن. علی خوشحال بود اما نمیدونست دقیقاً چی میگذره.
اما ننه علی همش میترسید از شهرک دور شو و علی بیشتر اذیتش کنه. کنم قراره چهارشنبه صبح ماشین بیارم بشم. نه قول داده علی آقا پسر خوب درجه. همین قول که علی آقا داده واسه تون خونه خریدن. علی آقا بله همین چهارشنبه. یعنی چهارشنبه کی من میبره؟ من میبرم. بله آقا مجید زحمت میکشه. تخصصاتون رو بار میزنیم همینجا میریم اونجا. دستاتون میجدد امروز هم میرسیم ترکم برای خاطر نه. روزی که دنبال خونه جدید ننه علی رفتیم به جاده صاب شهرک گلها، تو محل به علی برخوردیم. مادرت کجاست علی آقا؟ ها مادرت کجاست؟ علی آقا اون روز هر چی کردیم علی راضی نشد که با ما به خونشون بیاد. باز کن مادر. سلام. حالت خوبه؟ سلامت باش. میشه بیایم تو خونه؟ آره بیا. بیاین. آره. شما برو تو ما بیا. بیا نه بیا. شما بدبختم من بیا. من بدبختم پسرم نمیذاره چراغ روشن کنم. نمیذاره خونم این جمع باشه. من بدبختم. بیا علی بفرمایید. خیلی ممنون. خوش اومدی. سلام. حالت چطوره؟ احوالت چطوره؟ این زندگی منه. اون زندگی منه. جات که خیلی بهتره مادر. ها جات راحت‌تر نیست؟ نترسنی چشمم نمیبینی. یه ذره میبینم. اینقدر سرم زده چشمم خوش شد. کی زده؟ پسرم. علی؟ بله. سراغ سندرم جسد خرابه نیم. ندیم سستن دیوانه زبان. اذیتت میکنه علی؟ اذیت میکنه. دادی بجن. باخ. tuttu beni buradan. Medyan pul vardı ya yoktu. Yoktu. خونه رو به اسم هر دو کرده بودن و علی میخواست سند رو از دست مادرش در بیاره. اگر بفهمی من گفتم به شما من اینجا شهید میکنم. نه ما نمیگیم به علی. من اونجا گفتم آقای شوره من یادت اینی دیدم بنتن دیگونه خانم. این منو میزنی اذیت میکنه. بابا خانم سچی زد. دیدان نکش. دیم علی تو رو اول پس تو رو امام زمان تو رو هر دتا بهتر منو میزنه. دستم میدم. نه چطور خیلی سعی کرد ننه علی و چند نفر دیگر رو به خونه سالمندو بفرسته اما نفهمیدیم چرا نشد. چراغ میدردم روشن کنم پاش شکسته خودش میگه تو شکسته. من نجات بیرون از اینجا بفرست من اون سلما اون دولت نجا میرم به دونده باشه. 100 تا زن نجا میداره همون راحت تر میشن. تو مدتی که از شهرک دور افتاده بودیم فرخنده رو گم کردیم و دیگه ندیدیمش. اینجا خونه تازه‌شه تو شهرک گلها. سلام علیکم. مریم خانم که جوان‌تر ده. خونه خوب داده. Yaxşıdır ha. Keyfin yaxşıdır? Neyirsən? Baxırım da xanım.
Selamat ol, selam aleyküm. Hoş geldin. Gözümüz işte kurbanlığımız olan size keteciye yakıştı. Kurbanlığımız yok, davarımız yok ki. Baba oranı niye yandırırsan? Ha? Baba otağda da niye hazır gale نیستن؟ شما میشناسین فرخنده خانم؟ بله ما ایشونو میشناسیم خونه رو ما براشون ساختیم. خودتون ساختید؟ بله اونجا متاسفانه یه مقدار از حافظه‌شون چیزی که خودتون میبینین دیگه خونه رو آتیش زده. فرخنده خانم پسرت کجا؟ خانه بسن خانه آباد نوه. حالا که biz رضای محرم او بالای مدیش کسی آهم var o. اینجا راحتی؟ خوبه مری؟ راحت هستی؟ خدا نگهدار است. اما bir şey خیلی مشکل کشیده. خیلی. مثل hamamچی hamam درست کرده. تو مایدی مثل hamam درست کرده. اینجا اتاقا رو میشه نشونمون بدی؟ شب 30 دفعه آتش کردم. روزا 30 دفعه. میشه اتاق نشونه ما بدی؟ کدوم این ها؟ باشه بریم. خب بریم ببینیم با هم. تو چه؟ دیست که برسن اتاق. اتاق یاقچı اصلا خسته. خیلی خسته. این evli asla şey ne dedi? Bir yapalım. اتاق همه پاها درد میکنه فرخنده خانم؟ یکم اتاق رطوبت ده. نمیتونی وایسی؟ بلند شدم. بلند شو؟ نه نمیتونی؟ آخه بلند شدم آب رفت شد. وقتی دست من آغاز گرفتم چه؟ اون مردم خانده. عروسم اومده. مگه چرا؟ دختر نداره. نه دختر نداره. فقط یه دونه پسر داره. یه دونه پسر داره. ولی دختر نداره. داره نداره. شما هم میری همونجا دست میشورتش میشوره، لباس میشوره، دست میشوره. همین این زنه، اونجا میری دست میشوره. میگیم دستتو تره اینجا میشوره، اینجا کثیفه. میگه عیب نداره، میری دیگه. رفته به آب قاطع میکنه، چای میذاره میخوره. خب برای شما ها چه مزاحمتی داره؟ نه برای ما که مزاحمت نداره. نفری میکنه، ناله میکنه، ناراحت میشه. داد میکشی. میگه به من کمک کنه، یا مردم از سرمه مردم. اگه این همسرشون نباشه این از گشنگی و تشنگی میمیره. مثلا آب دستورش با این آب میشه. نه آب که اینجا نیست. آب کثافت از بالا میاد. هیچ امکانات نره، هیچکم نره. حالا نمیدونه غذا درست کنه واسه خودش. نصف شب میمیره چراغش خاموشه. شبام که میاد تو خیابون داد فریاد میکنه و فلان. همه که خب بچه حالا نصف شب اونم میگه چیزی بهش میدیم ما. ولی بازم میایم ببینیم با آتش درست کرده با زغال اینا اونجا داره. با دیدن وضع فرخنده نگران جوان کرولالی شدیم که قبلا تو شهرک بعضی وقتا به اون پناه می آورد. هیچ کس اسمشو نمیدونه. گفتن که توی اتاق مخروب زندگی میکنه. میگفتن یه روز فرخنده با بچهای شهرک دست و پای این جوون رو گرفتن و لباسش رو در آوردن و با پودر رخشویی سر و تنش رو حسابی شستن. میگفتن همون روز صبح اینجا هم آتیش گرفت. دیدم از اونجا که رو سرش انداخته داره دود در میاد. رفتم این آقا رو شده بگیرم گفتم بیاین خدا نجاتون بده. یعنی این لباس ما نشون بوده؟ نه دیگه دو. لباس چی؟ برای ایشون دیگه. ما همه رو زنگ کردیم
شنیدیم احمد لوره شوهر زینت از شهرک رفته. آدرسش گیر آورده. میگفتن زندگیشون بد جوری پاشیده. یه تو اومدن حضرت عباس احمد آقا مادر بچه ها کجاست؟ همین صحبت همین بود که گفتم شب خوابیده بودیم از این دختر خانم سوال زینب کجاست مادر؟ شب که خوابیدیم صبح بلند شدم بعد بابام خوابیده بود همه خواب بودن یعنی اینو اون یکی دادش بزرگم و اون یکی این داشتم بالا بازی میکردم و مامانم بهم گفت بگو چادر سرش کرد رفت گفتم پس این میدونه کجاست خب آخه هیچ وقت نمیگفت چادر سرش کردم مگه اینکه مثلا میخواست در دکون میگفت میخواست روی جای میگفت این دفعه بگو چادر سرش کرد رفت من نمیدونستم بعد با اون بلند شد منم همینو بهش گفتم رفت دنبالش خیلی شد دعواتون شده بودم نه همینجوری تو خونه بودیم خوابیده بودیم صبحم خواب بودم اونم خواب بود صبح بلند شدم به این بگم مثل همین الان گفتم یه چایی بده بعد بلند شدم گفتم مامانت کو گفت والا مامانم چادرش سرش کرده گفتم کجا رفت گفت بگو که مامان چادر سرش کرده رفته من گفتم خب رفته در دکونیست جایی الان میاد دیگه از این نشستم چش انتظار این بر اون من حقیقا نریم حتی خلاصه بو بردیم کجاست این 4-5 دفعه مراجعه کردیم اون طرف ها اون روز احمد لوره مدام از پسر گم شدهش تعریف میکرد و حسرت از دست دادن اونو میخورد. آخرای زمستون بود. شهرک خالی شده بود و جز 4-5 خانواده بقیه کوچ کرده بود. زهرا خانم بود اسم خونه زهرا گلی خانم دومین خونه اوس محمد بود اسم زنش فخری خانم اشرف خانم سومین خونه بروجردیه بود اومد تازه اومده اسم دختر آقا جلو پاتو چاله ماله ها رو بپا بیزنم ببخشید این عباس قلمکاره که اون موقع به فیلم برداری ما از چادر موشگان اعتراض میکرد. بعدش خونه علی طلا دیوونه بود بعدش خونه رضا جاندار بود آخرین خونه هم خونه یارو ترکی یاور بود اون خونه نفشی خونه رسول خدا بیام داشته زنش بابا خانم خونه بغلیش خونه ابراهیم پیازی بود خونه سومی مالی محمد کاو بود چهارمی مالی آقایی بود رزاقی رشتی بود این حیات آهو خانم بود من البته اسم بعضی زناشون رو میگم بعضی اسم مرداشون رو میگم این خونه محمد اسمانی بود خونه بعدی خونه آقا برات چراغساز بود خونه بعدی خونه یه مرده بود ترک میدونی بود خونه چهارمی خونه حسن عاشقی همین کارگری که الان جلو پاتونه داره خونه چهارمی خونه کارگره بود این خونه داوود خوشگله بود این خونه آقا شمی سیگار فروش محلمون بود بارون خونه محمد آهنگره الان هم هستش محمد باشه آقا
بوس محمد جاره من آقا اومدم من خونه بدم. سلام بوس محمد اصلا نباشی بوس محمد حرفت بخیر چطوری؟ سلام علیکم. این بوس محمد آهنگر بود که گفتم یکی هم مردای خوب و با خدا که هنوزم اینجا موندگار بنده خدا. چی درست میکنی پدر؟ ما آهنگری دکون آهنگری داشتیم خراب کردن اتاق داده خونه هم کرج داریم قبول سند مداره 80 سال هم اجاره نداره قبول سند داریم پرونده داریم دادسرای کرج بازکاری جاندارمری اونا شدن صاحب زن بچه صاحبونه چی اینم مدارکشه 80 سال اجاره نداره خراب کردن اتاق داده خونه هم کرج داریم قبول سند مداره 80 سال هم اجاره نداره قبول سند داریم پرونده داریم دادسرای کرج بازکاری جاندارمری اونا شدن صاحب زن بچه صاحبونه چی اینم مدارکشه 80 سال اجاره نداره حالا کجا میخوای بری از اینجا؟ والا گفتم خونمون بدین پاشم برم خونه یا خونه من گرفتی دکون بدین اینم کاغذ شوراست که دکونمون خراب کرده لطفاً بخونین کجا بوده؟ همین دکونمون خراب کرده لطفاً بخونین ببینیم مال چیه دکونمون خراب کرده این اتاقو داده کجا بوده این مغازه شما؟ کوچه حاج حسن نفری فلاک 17 در بزقاب این هم سند خونه پدر مادرمونه که ما نبودیم پدر مادرمون خونه رو خریدیم اینم لطفاً بخونین ما نبودیم پدر مادرمون خونه رو خریدیم تو سند نوشته بعد از حمد صلوات عمه تاریم به اسم تعالی خونه عباس اسیرباف شیرازی از سوچبلاغ ساکن مشکین آباد حدی به خونه اکبر عرب حدی به خونه درویش حدی به زمین واعر حدی به زمین واعر 25 تومن وجه سکه سلطان احمد شاه قاجاریانی خونه رو خریدم از کی چه تاریخی انبار کاو و تبیله و برج و تنور نونوایی و کابین و 1500 متر زمین قایده بلوک 25 بلوک 24 نه هم خدا بیامرز وصیت کرد گفت خونه کرج ما نه فروشیه نه اجاره‌ای هر کدوم جا نداریم بریم بمونیم اما هر کسی اونجا رو ضبط کرده میخواد یه خونه تهران با ما بده تو شهرک به اوسا محمد آهنگر میگفتن شاه خودش هم میگفت عکساش رو اسکناسا بوده و جمع کردن بعدش من خوابیده بودم مرغ و ماهی و ما اینا را خواب دیدم یه شبم خوابیده بودم یه هم وسط کوها گیر کردم منو وحشت گرفت گفتم خدایا از کجا برم دور تا دورم کوه یک موقع دیدم 2 تا دست از حرم امام رضا اومد بیرون خراسان 2 دفعه رفتم دیدم 2 تا دست از تو حرم اومد بیرون کوه رو برید رو به قبله راه وا شد دار و درخت ماه ستاره را آسمون دیدم قلبم آسود میشه هر کسی مرغ و ماهی و ماه رو در خواب ببینه شاه 3 تا برادر داشت برادر کوچکش وقتی 40 سالش بوده گوشه نشین میشه و بعدم گم میشه از وقتی مادر و خواهرش مرده بودن هر 5 شنبه با بساط چای و نهار میرفت امامزاده عبدالله جمعه هم سری به برادراش میزد و چیزایی که ساخته بود میبرد برای فروش همین آباد من همیشه فرار میکردم میرم سر همزه با اینا میداشتم یکی پشت میده یکی دست گاز میگیری بیچاره تا خونت که بود شما میری میشی دافیش دیگه دایی تو خونه داشتی اینجا میادی آقا لطفا سنتو بخون به این مالکیه براسش چیه خب چی به تو بگم اینا بچه‌های طاهرن طاهره همونیه که 31 سالش بود و 6 تا بچه داشت راضی نمیشد از تهران دور شو با پولی که بهش پیشنهاد میدادن هم نزدیک تهران جا گیر نمی آورد چی شد وضعیت خونت؟
چی شد وضعیتتون؟ حالا این چند روز پیش آمدن دنبال آقامون گفتن که بیان ناحیه انتظامی اونجا. بعد رفتن نبودن، کسی نبوده. گفتن شنبه بیا چون تعطیلاته. دیروز رفتن. یاد روزای تخریب شهرک میافتادم. مدام به اون بر میخوردیم و مدام درد دل داشت. طاهره نمیتونست به آسونی از امکانات تهران دل بکنه. اصلا هیچ جوری نمیخوان اینا با ما را بیان. خدا شاید دیگه زله شدم، خسته شدم از تصمیم خاک و خلا تو این خرابه ها. بچه هم خودم دیگه اینجا آواره شدیم، نمیدونم چیکار کنیم. حالا دیگه این خدا قسم فقط دوست دارم این کمی رخت خوابا رو کنار بزنم. روزای سختی رو میگذرون. اون روزا هر بار میدیدمش یه جور دلهوره به هم ریختن وضع درس بچه ها شده. رفتم آخرش 950 تومن، اونم چی در هفته 2 روز مدرسه داره. الان 2 تا بچه هم ترک تحصیل کردن به خاطر همین وضع محیط اینجا. یکی من 500 تومن 600 تومن بیشتر بهمون نمیده. آقا با 6 تا بچه کجا میتونم برم؟ الان با شوهرم اختلاف دارم سر همین خونه. ما این زمینه رو بهشون پیشنهاد کردیم، اونم که اونا میگن که زمانی که شما از اینجا اساساتون رو بردین ما اون نامه رو بهتون میدیم. گفتم خب اونم آیا اگه اجازه بده آیا نده. معلوم نیست وقت ما آواره و سرگردون میشیم با 6 تا بچه چیکار کنیم. آدرس چند آشنای دیگرم گیر آوردیم و یه صبح زود راه افتادیم بریم سراغش. این داوود سامه، همون که زنش فاضلابه تو کوچه رو نشون میداد. اون روز داوود سام وضعش بدجوری به هم ریخته بود. شب قبل خونش آتیش گرفته بود. نه چرا برگشت؟ خود خوده؟ خب اینجاست پس منزلتون؟ بله. بچه فاضدو نیومدن جدیدن؟ نه بیشتی نیومدن. یه دستی وقتی اومدن دیگه نیومدن. خانومت خونه نیست؟ نه نیست، رفته بیرون. زنش خونه رو ترک کرده بود و پسرش هم برای بار دوم گم شده بود. داوود سام معتاد بود. حیوان برو تو سهره برو تو برو. آقای خانم اینجا چه منطقه‌ایه؟ جان اینجا اسم اینجا چیه؟ اینجا قلعه چی؟ نمیدونم قلعه چی بهش خونه رقیه چسبیده به خونه داوود سام تو اشرف آباد چند کیلومتری شهر ری بود. با یه زن و شوهر پیر شریک شده بود و اونجا رو با هم خریده بودن. 1 میلیون تومن هم پول داده بودن. ولی حسابی سرشون کلا رفته بود. کجاست با این اینا تو اصلا نمیتونم تکون بخورم. اینطور ما رو انداختن تو رفتن. چه جایی راحت است. نوناوری ما نقدن این. شما کجا کار میکنید؟ برای شوهر رقیه 14 سال زندان بریده بودن. پسرش نوناورشون شده بود و خودش از بیکاری کلافه بود. چون تو اون حوالی جایی برای کار کردن نبود. دیگه نخوندی نه؟ به ماشالله چاقو تیز کن میگفتن خوشبخت‌ترین مرد شهر است. چند ماه تو اون چادر سر کرد و با پولی که گرفت با خانواده زنش شریک شدن اینجا رو خریدن. همون که واسه چادر بودیم دیگه. بله برای همین اومدیم وقتی رفتیم سراغشون بچه 4مشون هم به دنیا اومده بود. نه بیا عقیده شما بیا اینجا.
نه به خودم میره بالا عجیقه. زهرا تو باقرآباد قرچک خونه خریده بود. میگفت با همه زرنگیام سرم کلاره. سلام شما رو میرسونم. خوب بالای سر من نبردی. بگو آقای غریبی هاشمی سلام رسون. آقا ببین تو رو خدا ببین. بیا تو رو خدا ببین. این نگاه کن. ببین موریانه ببین. کو موریانه؟ این ببین نگاه کن ببین. اون فاشم که پارو شده. اون روز خیلی ناراحت بود. فکر کردیم تحویلمون نمیگیره. ولی بعد از کلی درد دل بازم راه افتاد و تو همون محل ما رو سراغ چند خانواده اهل شهرک برد. مامان هست؟ اسم مادر دست؟ برو تو مال مادر. خوی گل نزیر. برو خودی من گل نزیر برو بیاد. خوی نور سره بخیر. بهرام‌عطاس با پولش این خونه رو تو قشلاق جاده برامین پیدا کرده بود. مبارک باشه. مشکل مبارک خونه و ماشین. خیلی ممنون. این ماشینت ما رو راهنمایی کرده مدی. خیلی ممنون. آقا برام خلاص شدی از اونجا. همونجوری که خلاص شدیم فعلا. یاد میاد دفعه پیش اونجا با هم صحبت کردیم. با هم صحبت کردیم یادم هستش. راحت اینجا الان؟ راحت و بالاخره ساخت دیگه از اونجا بهتر هرچی هست. از اون محل بهتر هست. اینجا برامون. یه ماشینم خریده بود که میگفت چند روز خراب و پول نداره درستش کنه. چند روز بعد این پول از ستاد گرفت. من اون روز گفتم بهتون خدمتتون گفتم این سنده رو بذارم یه پولی بگیرم این ماشین رو درست کنم دادم سندش آوردم و موندم ماشین دیگه این درستش کن رو برش. آقا مهندس معذرت ما دیروز از خونه تحویل نمیده. به خاطر 20000 به خاطر 20000 نمیخوان یکی از شما بیان من براتون میگم بیارم اینجا. شما صحبت بکنه اگر داد ما حرفی نداریم ندادم که دیگه خودتون باش صحبت کن. معمار توی دولت آباد خونه خریده بود و هنوز برای بلند کردن صابخونه قبلی پول کم داشت. اومده بود توی ستاد کمک می‌کرد. برادر زنش هم شاهد آورده بود. مردی از تباره پشت اون قولنامه‌اش یه اثر انگوش بگیر که من مطلب بنویسم واسه بخند دیگه نوشتم واسه دست دادن خیلی ممنون. وقتی رفتیم سراغ زیور یادداشت سمیه رو به مناسبت روز مادر برامون خوند. مادر دوست دارم. امید من تو هستی. روز مادر مبارک. خونه جدید اونا تو باقرآباد به زهرا از مدرسه سمیه خیلی دور بود. بعد پای سمیه هم بیشتر شده بود. چی شده؟ تو گریه میکنی؟ چی شده؟ چی شده میکنی؟ چی شده؟ پا درد میکنه؟ پا ورزش میکردی؟ نبود ورزش میکنه پا هم درد میکردی؟ چرا سیدی شدی؟ روی احساسات آدم درد نگاه توی احساسات خود درد میکنه بازم باش درد میکنه اومده ورزش نشست گیری نکن ببینم سمیه آدم سمیه چهار 5 برعکسش 5 4 3 2 1 کافیه. زمستون تموم شد و همه از شهرک رفتن. طاهره با یکم پول بیشتر که گرفت حوالی جاده نظامی خونه خرید. شاه دکونش رو گذاشت و رفت خونه برادراش. اما تا مدت‌ها رضایت نداد و پولم نگرفت. وقتی همه رفتن شهرک رو با بولدوزر صاف کردن و بعدش هم درختکاری شد.
از شرک فاطمیه نشونی باقی نموند. اما سید رضایت نداد و موند. نه 1 ماه نه 2 ماه، حدود 10 ماه. سید خالی نکردی؟ مونده تا خالی کنیم با ما باید خونه بخرم. خونه بخرم حرف نداره. دورا دور از وضع و حالش خبر داشتیم تا اینکه یه روز خبر شدیم از شهرک رفتن و خونه‌شون هم خراب شده. آدرسش رو پیدا کردیم و یه صبح زود راه افتادیم. توی راه یاد اون روزی بودم که زنش ما رو از کوچه پشت حموم شهرک برد به گاراژ محل کار سید. بعدم با هم رفتیم خونش. اندازه از صبح آمدیم اینجا نشستیم، اندازه دشت نکردم. 6 نفر آدم بخور، نه پول، نه حقوق دولتی دارن، نه دیگه دارن، نه دیگه دارن. برو بابا جون، برو لباسات سرتو بپوش، برو برو. جوش بابا، الان خواب بودیم، بیان تو، بیا بابا. با خواب شویر لامت زد. که خونه بیا تو آقا خانم. نه از خدا میترسم، نه از پیغمبر میترسم، نه رم دارم، نه مروت دارم، نه اگه ظلم کنن نباشه من چرا اینجوری زندگی کنم آخه؟ این پسر منه، این پسر منه، این دختر منه، این دختر منه. کو معصوم بیا بینم، بیا بیرو بینم، بیا بیرو، بیا بیرو دیگه. چه نمیا؟ من گلم میام. من باید اینجوری زندگی کنم؟ بیا دیگه، چه نمیا؟ انتر گو چه نمیا؟ مرگ اومدن. خب بیا عکس تو برداره. چه نمیا بیا تو؟ اول رفتیم محل کار سید که همون جای قبلی بود. وقتی میرفتم طرفش دلهوره داشتم که بدخلقی کنه و ما رو پس بزنه. سلام آقا سید. سید سلام. سلام. خوبی سید؟ حال شما خوبه؟ سلامتی؟ زنده باشید. هستیم خوبه؟ سلامتی؟ سلامتی باشه. کجا هستیم؟ رفتیم که رفتیم نیامدیم شما از ما مزدمون خبر بگیریم. نه خبرتو داشتیم. چرا نگیم خونه ما اینجا دولت آباد خونه گرفتم. جدی؟ آره آره. راضی هستی؟ الحمدلله خدا را شکر. خدا را شکر. الحمدلله. چند تا اتاق داری؟ 100 تا اتاق داره. 56 متره. خوبه. آب، برق، گاز، پلیس، همه چیز. خدا را شکر. الحمدلله. خدا الهی جمهوری اسلامی ما را سرفراز داشته باشه. تا ابد در ابد. خدا خیرشون. الحمدلله. میخواستیم بریم خونه. خب باشه. زور با هم بریم خونه. میخوام یه فیلم نشونه بدم. باشه باشه. یا الله یا الله بابا جان یا الله بابا. سلام سلام.
سلام علیکم. حالا چطوره؟ حالا چطوره؟ قدم نورسیده بخوره. بیارش بچه رو. چند وقتشه داری؟ چند وقتشه؟ چی کله بابا؟ خوشگله سیده. آره باباشم خوشگله، مادرشم خوشگله، سیده اولاد علیه. چرا بابا؟ چرا؟ بخند چرا بابا اینا؟ چی کله بابا؟ خونت خوبه؟ آره خوبه. خوبه؟ دوست داری؟ بفرمایید. خوبه خونه الحمدلله. آره نه خوبه. خونه ما خیلی خوبه. چیز داره از همه خونه ها بهتره. خدا را شکر. سلام سلام. حالا چطوره؟ اینم همومه. اونا دستش ببین اینها. این دستش ببین اینها. ببین این از علت مدرسه این ظرف شست شکر چکار کرد دستش پاره شد. همون ناراحتی دیگه ناراحت مدرسه دیگه وقتی بیرون کردم دیگه نمیشه روزی کار. اینا همون ببین آها این همومه. وا کداره؟ وانم چطور آهن گذاشته؟ کو آهن؟ راضی هستی زن اینجا؟ راضی هستی اینجا؟ راحت تری؟ بهتر از شهرک چی بود شهرک؟ بگین من شهرم دوست کنم. ما دیروز نون خریدیم. اینها اینا نون چیزه. بیا اینجا. خوب باز باش چیز خونه نوشته کرده داود کنوزه پول نداده. سید بیشتر از همه پول گرفت. زهرا دخترش میگفت بعضی از مردم شهرک به وضع اونا حسودیشون میشه. ما پول دادیم باشون تمام شد. تا بعد از 20 روز یک ما که دعواشون رو رفتم باید اون پول دیگه. سید این کی بود؟ این عموسنه که چرخ داره. ماشین داره. ماشین وانت داره هاری. پاره نکن که زمان شما رو بینم اینا رو میخوام فیلم برداری کنم سینما. حرونه. آره زنی. الحمدلله اونا همه با جزای خود رسیدم خدا را شکر کار ندارم. ما را آوردن اینجا. کیه دیگه؟ لباس دادم زمین گفتم ای رئیس میخوام تکه پارت ببینم ابوالفضل. نیستی زدم همزا بیا کجا برم جا نداره من شدی بچه شما این دیده شعرش هم سیده برو بابا برو لواشت به سرتون رو پیش برو برگشتم حالا داشتم دستی اینجا دستوریه اینجا نشستن غذا میخورن و این چی میشه؟ به دادمون برسید این سلاخ موشا به دادمون برسید بلوش خوابیده پسری که 21 سالش سربازیشی کرده بلوش خوابیده چیکار کنه؟ میزنن بهانه میگیرن سر کلم دیگر داغون میکنن والا پیش خدا عرض میبرید حالا من هیچی به جوونا برسید. اواخر کار به نظرمون رسید که خانواده سید از شنیدن حرفای مهر خانم خسته شدن. ما هم بساطمون رو جمع کردیم و راه افتادیم. اتفاقا چند روز بعد مهر خانم اومد دفتر. فرصت خوبی بود. تصاویر خودش رو به نشون دادیم. ما به فرق گرفتاریم خانم. اگر خدایی کار میکنن بیان به ما فقیرا برسن. مردم از سر مادیات این کارا میشه. شکم من وقتی سیر کنی به هیچ فرقه‌ای نمیشم. وقتی جوانی که صبحشون بیکار هر جا میزنه کار پیدا نمیکنه اون فاسد میشه خانم. اون گرسنگی نمیتونه تحمل کنه.
دختری که میخواد مدرسه بره صبح اش میریزه تا در شب تا صبح تو کوچه های خیابونه زندان پیدا نمیکنه اون دختر چجوری بره تحصیل کنه؟ آخه اینو باید بفهمن من چی کار دارم میکنم. اینا راست گفتم همش راست به خاطر اینکه بیاد بدام من نمیدونم اون کیه ولی اصلی که دیدم براش رای دادم. من که ندیدم شما که ندید ممکن شما بشناسید ولی ما فقط بیچاره‌ها نمیشناسیم دادیم که به دادمون برسن. شما بکن من یک زن الان از صبح تا شب آقا جان گرسنه ماهی 400 تومن اینجا دیگه اون گوشت رو بذار زمین قول می‌دارم. این جوانا چه کنن؟ همه اینا رو آوردی چیکار کردی؟ میخواد تحصیل ادامه بده بعد دوباره گریه هم انداختی میکنه باز نمیرسه مشکلو 400 تومن نمیدونن ملت نمیدونن. اما اون قشنگ صحبت کردم وایدن چیه؟ من گفتم خرابش کردم 1000 تومن رو باشی پوش بخریم به دادمون برسیم این سولاخ موشا به دادمون برسیم با خدا قربونم اون سولاخ موش خواهد تو سرت کن. حالا من هیچی به جوونا برسیم با خدا همونجور راحت این جوونا مردم نداریم چیزان بمونن دختران مردم نداریم الان مستجر جرأت می‌کنی نفس معذرت میخوام شما مردیم تو زر من همون روز آدرسش رو گرفتیم و چند وقت دیگه که رفتیم سراغش تازه از یه مریضی سخت خلاص شده بود. حالا با هم رفته اینجا راحت‌تری میره کنیم. راحتی اینجا اعصابم راحته. میدونم دورکر نمازم بخونم میدونم راحتم این گوشه تمام فقط از تنهایی دارم میترکم. فقط اینجا تنهایی آخه شما فکر کنید صبح تا شب آدم یه زن گوشه یه اتاق نه یه رادیویی نه کسی از آدم حرف بزنه این همه ناله میکنم یکی نیست بگی تو مردی یا زنده ای گشنگی بمیری یکی در یه تلنگور نمیزن از این سختم یکی هم که در خرجی من در مزیقم وگه نه الان چه نباید یه دکتر برم واسه این سینم اینطوری شد. خانم چجوری دلت میخواست از اونجا که در میومدی دلت میخواست چیکار میشد؟ یعنی چجوری اگه میشد راضی بودی؟ وقتی مهر خانم حرف میزد دوربین روی پای فیلمبردار بود و نمیدونست که داره ازش فیلم برداری میشه. این نزدیکا چون من 7 ساله بودم شناسنامه من مال تهرانه. من تو تهران بزرگ شدم. اون زمان تهران شما اصلا دنیا نبودید. تهران خاکشیر آب انبار بود. تهران اصلا اسفالت نبود. تهران اصلا برق نبود. ما هم خونه اربابان کار میکردم بچه بودم کوچولو بودم یادم میاد تو زیر زمین هیدرون می آوردن تو زیر زمین پخت پس میکردن دودش میرفت آسمون اونی که ایام بود به اصطلاح دکتر بود خونش تلمبه زن میومد تلمبه میزد آب میرفت بال پشت بوم و اینو اینجا روشن کردن همونشون داغ میشد میرفتن تو زیر زمینشون بزخونه داشت ماهی پر بود فرش فهم میکردن خیلی قشنگ خونکم بود تابستونم بعدش حیات بزرگ بود آبپاچی میکردن بعد عصرش میمدن حیات اون زمان تا حالا اینجا بودم حالا من میخواستم بندازم راست کجا طرف اکبرآباد اون بر اکبرآباد رفتم دیدم که الان اگه یه نم برف و بارون بیاد تا اینجا میدوگه الان سختشونه مثلا خیلی دورم بازم کسانی که خریدن بازم میدونم مال خودشون ولی الان من اینجا هم خوبه تکون بخوری خب چیز میشه سال میشه باید دوباره اساس کشی کنم سر از نو روزی از نو دوباره بعد 3000 تومن بدم چندم 3000 تا 4000 تومن بدم بانگا دوباره 3000 تومن بدم اساس کشی کنم پدر آدم هم اساس کشی در میارم حالا کسی باشه جوان باشه بتونه براش اگه جوونیم بود روزی 100 تا خونه کار میکردم ووا بودم منو بیچاره کردم یهو انداختنم پدرم در آورد حالا افتادیم به گدایی گدایان که همه ایران دور از شما گدا شده پو نکنی ببری اونجا مهر خانم بالاخره فهمید که داریم ازش فیلم میگیریم اینجا خب از اون به هوای اونجا راحت تری چون اونجا هم شلوغ بود هم مکافات زیاد داشتیم هم امنیت نداشتیم حالا اینجا هرچی هست اگر هم مستاجرین بالاخره راحتی چون میدونم اینجا در شغل میکنم تو میشینم کسی دیگه مزاحم نیست نصف شب کسی سنگ نمیزن دو سر کلمون کسی اذیتمون نمیکنه راحتی الکی ها من رضا نیستم من وقتی که صبح میشه من شیرین یلا اینجا شیر فراغونه جاهای دیگه همه جا صفه
من پول ندارم 10 تومن بدم یه شیشه شیر بخرم. تخم مرغ رفتم میگه این دونه 11 تومن. چجوری من زندگی کنم خانم اینجا؟ شما بگو من چجوری زندگی کنم؟ اگه بلا نسبت شما عرض میخوام یه طبیلم به من میدادن، اگه میدون مال خودم بود خوب. من آرزو داشتم که دم آخر مرگم یه خونه داشته باشم. بعد از 50 سال تو ایران زحمت کشیدم، پیر شدم توی یه اتاقک مال خودم باشه توش بمیرم، نه مستجری. نمیتونم دارم برات گریه میکنم. و شما که میان فیلم میگیرین، نمیدونم عکس میگیرین، من که نمیدونم اون تو چیه، به کی میبرین نشون بدین؟ خب به داد ما برسن اقل لگه. دیگه ببرنش. مهری خانمو چند بار دیگه هم دیدیم. طاهره هم به ما سر زد. رقیه تلفن کرد که خونش رو فروخته و اجاره نشین شده. بهمون خبر دادن چند تا از پیرزنای شهرک مردن. یه روز غریب محمدی رو که اون روز وارد اتاقش شدیم و بیدارش کردیم، دیدیم که تو توپخونه گدایی میکرد. 1 ساعت و نیم تصویر از شهرک و آدماش دیدیم. اینا از مجموع 30 ساعت نواری بود که در طول 2 سال گرفتیم. 1 ساعت و نیم فیلم از 30 ساعت نوار. از چند ساعت زندگی. حالا دیگه قصه شهرک فاطمیه تموم شده، اما قصه آدماش چی؟ قصه زینت و احمد لوره، قصه مهری خانم، قصه ننه علی، قصه لیلا فرنگی، بهرام عکاس، صفورا، ام لیلا، رقیه، طاهره، سید، معمار، شاه، سمیه، زیور، ننه حسین، مریم، عباس قلمکار، زهرا، مجدان.